یو ستونا عشقای داداش حالتون چطوره؟ من کد متین دیوتی هستم. امروز اومدیم تست و بررسی به امر اتچمنت کلت انیمه‌ای بتل پس رایگان گاندام یعنی کلت جی 358 رو با هم تست و بررسی کنیم. دوستان این کلت در سیزن 6 اومد، اینم اتچمنتش، برید استفاده کنید و حالشو ببرید. کلا 6 تا تیر داره ولی خب 6 تا هم تو دستتون میاد اگه دستتون بگیرید و اینکه دقت تیر بالایی میخواد، هدشات وانشاته، بعدم پایین هد گردن و بدن و اینا 2 شات هستش. اینسپکتش خیلی قشنگه، واقعا در حد یگان لجند هستش ولی خب دقت تیر بالایی میخواد و توی مثلا 6 تا تیر داره و هر کدوم از اون 6 تایی که تو صفحه مشاهده میکنید هر کدوم یه بار تیر میزنن و اینکه گان خوبیه در حد لجند هستش و اینکه توی رنک مولتی و اینجور داستانا دقت تیر خیلی بالایی میخواد و اینکه باید خیلی دقتتون بالا باشه و اینکه مثلا انمی که داره با گانی فایت میده شما میخواید با اون فایت بدین خیلی سخته و روی این کلت کامو نمیشه انداخت ولی خب باگی داره که بتونی کامو بندازی. اگه بخواید میتونم داخل کامنت ها اگه بپرسید میتونم براتون باگشو بذارم. دوستان لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیو بعدی. بدرود.